در سالهای 2013-2020 حجم واقعی مجموع محصولات داخلی بیش از 2 برابر افزوده، سرعت میانه سالانه رشد آن به 7% برابر گردید. مجموع محصولات داخلی به هر یک ساکن مملکت 1.7 برابر، درآمد پولی اهالی بیش از 2 برابر و مزد مهنت میانه یک کارمند 2.4 برابر افزایش یافت. زیاده از 1 میلیون جای کاری تأسیس داده شده. شماره شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می روند از 1,100,000 تا 460,000 نفر، یعنی 2.5 برابر کم کرده شد. در نتیجه عملی گردیدن صنعت‌های استراتژی، سطح کمبزاعتی از 38.3% سال 2013 تا 26.3% در سال 2020، یعنی 12% پس شده. دراز عمری میانه شهروندان از 73 تا 75 سال بالا رفت.